الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشرح. مقدمة الشرح یعنی که مقدمه شرح، پیشگفتار شرح، یعنی همین شرح پیشگفتارش. اینی که گفته ایستاده است، اینی گفته ایستاده است الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. این شرح کی است؟ الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. خام میدونه که خدا مصر این عرعوری که ضبط میشه احمد المتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناز احمدی عباره خوندن رو، عباره ها رو درست خواندن و ترجمه کردن و ناز فهمیدن، زیرا که اگر خودتون ناز نفهمید و دیگه کسان فهمیدن رو نمیتونه. الحمدلله، تمام ستایش ها لله، مخصوص الله است. فهمیده؟ رب العالمین، پروردگار جهانیان، اما الله صفتش گفته ایستاده است. و الصلاة و السلام علی نبینا محمد، و درود و سلام بر پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم و بر آل او و صحبه و بر صحابگانش اجمعین. تاکید کرده ایستاده است. تاکید یعنی به جمیع صحابگانش بدون استثناء. و بعد یعنی که بعد از این گفته. فبين أيدينا هذه رسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين أيدينا، بين أيدينا در پیش ما، امامنا گفته است، در حضور ما، در پیش ما این رساله است. کدوم رساله؟ در جمله اعتراضه گفته است، یعنی رساله سه اصل. و این رساله بزرگ، مختصر، قوت داده شده است با دلیل ها از کتاب الله و از سنت رسولش صلی الله علیه و علی آله و سلم. فهمیده؟ یعنی گفته است که این کتابی که در پیش ما است، سه اصل. این یک رساله بزرگ است، یک رساله ناچیز نیست. و میگوید مختصرتون، کوتاه است. مختصر یعنی که همون مغزی گفت و گرفته نویستگی. مختصر یک کتاب رو میگم که اساسی همون قیماقی بگویم که همون عقیده گرفته این ذکر کردی. اگر نه عقیده کلان، عقیده بزرگ است. این همون قیماقش است. همیده برای مختصر است. وقتی که مختصر باشد نه همه او رو میفهمند. فهمیده؟ مختصر یک کتابی کوتاه هستی که او رو تز خونده اجاد کردنش ممکن است، اما نه همه او رو میفهمند. حاجت به مدرس و به شیخ و یعنی که شارح ها میشن که او رو چیکار کنن؟ برگشته ایضاح و شرح دهن که طلب خود. بله، لفظش کوتاه و معناش پرمضمون. مؤیدتون میگود،
قوت داده شده است با دلیل ها بالادله جمع دلیل ده از کتاب الله، یعنی از قرآن و سنت های پیامبر صلی الله علیه و یعنی این کتاب کدام وقت کتاب با قوت میشه؟ وقتی که در درونش قال الله و قال رسول الله باشد. فهمیده؟ اینی که گفته ایسادیان شیخ صالح الفوزان بن عبدالله الفوزان گفته ایسادیان، الله مقسم محافظت کنه در قید حیاتم. وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام. این رساله از اون روسیه برشوره میشه. این رساله در بیان اصل بزرگی است از اصلهای اسلام. و مراد از اصل بزرگ چیست؟ و هو العقیده. یعنی این رساله در بیان عقیده بوده است. و كان العلماء يهتمون بهذه المختصرات. علما اهمیت میداده بودند نسبتی چنین مختصرها. فهمیده؟ عالم ها کوشش میکردن، اهمیت میدادن که چی نویسن؟ یک کتاب، یک رساله نویسن که ولی اختصار باشد که همه او را از یاد کردن و از بر کردن تونه. یؤلفونها، زمین راجع به سوی مؤلفات، یعنی مختصرات است. مختصرات یؤلفونها، عالمان چیکار میکردن؟ همون کتاب‌های مختصر چیکار میکردن؟ می نویستن. بله. و یتعبون علی اختصارها، زحمت ها میکشیدن به مختصر کردن آن. همین کوشش میکردن، وقتشون صرف میکردن. و تهذیبها و زحمت ها میکشیدن در اصلاح کردن آن. فهمیدید؟ تهذیب معنی چه؟ معنی اصلاح کردن. ثم يحفظونها لطلبتهم. یحفظون از یاد میکردن میشه. یحفظون بعد نه یحفظون یعنی یادکی درس میدادن به طلبه هاشون. یعنی مجبور میکردن طلبه هاشون را که یحفظونه که او را از یاد کنن. حفظ یحفظو از یاد کردن خودتون. حفظ یحفظو دیگران را از یاد کناندن. بله، از یاد کنانیدن دیگران. مثلا جاء یجیء آمدن، اجاء یجیء آوردن. آمدن خودت میبیاری و آوردن دیگر کس یا دیگر چیز میبیاری. حفظ یحفظو از یاد کردن، حفظ یحفظو از یاد کنانیدن. فهمیده؟ لطلبتهم، طلبه صیغه جمع طلاب است. طالب ها، طلبتون، دانشجویانشان را، شاگرداشان را. چرا شاگرداشون میگفتن که از یاد کنن؟ لتبقى اصولا عندهم، تا اینکه باقی ماند در نزدشان همچون اصل. فهمیده؟ باید که اصل در درون من شما بود، در قلب من شما اخاطر نبرد. و از به مانند ریشه های آدم حرکت میکند که همون تخم یا که بیم همون ریشه گم نشود. ریشه که گم شد تمام دیگه درخت و برگ و همش شد. فهمیده؟ برای همون از بر یاد میدادن که طلبه ها این اصل در اونها باقی ماند. لتبقى و ذخیرة یستفیدون منها، میخواستن که از یاد کنن این مختصرها که همچون ذخیره مانند. ذخیره از ذخیره در جان در انبار میگیرن، گندم و دیگه برای یک روزی مبادا. انا این اصل از یاد میکنونیدم به طلبه هاشون تا اینکه ماند در نزدشان همچون ذخیره یستفیدون منها، روزی در کارنده وقتی لازم منده استفاده میبرن منها، از چه؟ از همون ذخیره. مراد از اون ذخیره چه؟ عقیده. مراد از اون عقیده چه؟ همین کتاب‌های مختصر. و یفیدون منها، و دیگرها را از اون چی میدهن؟ فایده میدهن. استفاده یستفیدو به معنای خودتون فایده بردن، افاد یفیدو به معنای دیگرها را فایده رسانیدن یا که فایده دادن. افاده فعل متعدی. نعم، فعل متعدی. نعم.
والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم. نگاه کن. و آغاز کردن به چنین کتاب‌های مختصر این اساس است برای دانشجویان. این چی است؟ اساس. پیش از اون علم آموختن و عالم شدن، این یک خانه را از اساسش سر کردن تا دیوارش تا شفتش تا بامش هم خیلی است. اکنون خانه را از شفت و از بام سر نمی کنه، از دیوار، از اساس، از فوندن سر میکنه. فهمیدتون؟ برای طالب علم هم می باید که وقتی که علم آموزی میگوید اگر به اختیار خود مکتبه درونده کدوم کتابی که دیرش میفاره این کتاب حفظ کنم از این سر کنم که عالم غلط شدم، نه. فطالب العلم يبدأ بالتعلم شيئا فشيئا. پس طالب علم آغاز میکند، سر میکند بالتعلم، یعنی علم آموزی را شیئا فشیئا، کم کم. فهمیده معنی شیئا فشیئا چیه؟ کم کم. بله. یأخذ من مبادئ العلم، میگیرد علم را از کدام علم ها؟ از آغاز و بنیادی دانش ها. مبادئ العلم این بنیادی دانش ها، همون دانش از کجا سر میشه؟ از همونجا سر میکنه. مثلا یک طالبی باشد که علم صرف نداند، باید که با او علم صرف را آغاز کرده شد. یعنی که تماما نمیدونه. یک طالبی هست که مثلا نگویم قرآن خواندن نمیتونه، باید که او را از حرف سر کنه. فهمیدید؟ همین مبادئ العلم هست. یا که مثلا تفسیر و دیگه علوم شریعت پیش از اون خوندن، اول بید سنجیدن که این مبادئ علم دارد یا نه. مبادئ علم در اینجا عقیده هست. فهمیدید؟ و اصوله، باید که طالب علم سر کنه به اصول علم، یعنی اصل علم. مراد اصل علم یک کس فرصت چی هست؟ میگید که عقیده. و یتدرج فیه یعنی و پی در پی را رعایه میکند در آن. پی در پی را رعایه کنه. یتدرجو معنیش میگه که پی در پی. معنی پی در پی میدونه چه؟ اول علم صرف، مثال میگیم ده در باره علم های عربی، اول علم صرف، بعد نحو، بعد لغت، یا که از اینا پیشتر و زبان خودش عقیده، اینها مثلا یتدرج فیه درجه به درجه، ترتیب به ترتیب سر کردن را میگوید. فهذه المختصرات طريق المطولات طریق المطولات از همین کتاب‌های مختصر گفته ایستاده است. راهی کتاب‌های دراز است. معنی گفتن چه؟ همین کتاب‌های دراز و کلون دیدی سه راهش همین است. به همین طریق میگویم. فهمیدید؟ یکی بار از اونجا شروع کرده این دور. فلا يمكن ان تفهم المطولات الا بعد فهم المختصرات. یعنی فلا يمكن، ممکن نیست که فهمیده شود کتاب‌های بزرگ را مگر بعد از فهمیدن کتاب‌های المختصرات، کتاب‌های مختصر. یک کس بود که من این کتاب‌های مختصر نمیفهمم، بود کتاب کلام میفهمم، من خدور رو کنم. ولی ما گفتم ممکن نیست فهمیدن کتاب‌های مطولات الا بعد فهم المختصرات. مفهوم؟ نعم. إلا بعد فهم الأصل. نعم. والتدرج منها شيئا فشيئا. و بعد از چیکار کردن؟ یعنی که درجه به درجه، مثلا به تدریج شروع کردن، کم کم به تدریج، درجه به درجه، زینه به زینه، کم کم رفتن. همین کتاب‌های مختصر هم کتاب‌های مختصر هم یک بار نه، هم شیئا فشیئا. ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى، برای خاطر همین است در معنای سخن الله تعالی علما چنین گفتن. الله فرمود که ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بوقت من بسوريا
تمام چشم مدی سودیم خب آل عمران الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران میفرماید که ولکن کونوا ربانیین، ولی شما ربانی شوید. میگوید نگه شما چی شوید؟ میگوید ولی شما ربانیین شوید. معنای ربانی چیست؟ بما کنتم، آنها میفهمند بما کنتم تعلمون الکتاب، یعنی به تعلیم دادن کتاب دیگران را، و بما کنتم تدرسون، و در آموختن درس شما ربانی شوید. الله سبحانه و تعالی اختصارا میگوید معنای آیت این است که شما وقتی که از کتاب الله و از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک کس درس میدهید، این تعلق به کی؟ با مدرس ها برادر، و یا خودتان تدرسون درس میگیرین از کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای طالبان تعلق دارد. شما در هر دو جانب چی شوید؟ ربانی شوید. یعنی خواه معلم باشه خواه متعلم باشه، چی باید باشه؟ ربانی باشه. اکنون حال میفهمند در پایین شیخ ان الربانیین هم الذین یبدؤون بصغار مسائل العلم قبل کباره. بدرستی یا که هر آینه ربانیین اونها کسانی هستند که یبدؤون بصغار مسائل العلم، سر میکنن، آغاز میکنن مسئله های علم را بصغار خردش را. مسئله های علم از کدامش سر میکنن؟ از خردش سر میکنن. قبل کبارهی، قبل از آموختن مسئله های کلان. فهمیدید؟ بله. و یربون انفسهم و طلابهم ابتداء من المسائل الصغیرة الى المسائل الكبیره. تربیت میدهند خودشان را. دیگه کنید یربون ربانی تربیت کننده بود است. یربون انفسهم، یکم خودشان را تربیت میکنند. و طلابهم، بعد از آن طلبه ها شدن. معلوم میشد است که وقتی که طلبه پیش یک شیخ یا که یک نزد یک معلم درسگیری بیاد، حق نداره بگه که من این درسه و من اون درسه. آنخیره یکم باید که معلم برای مربی یعنی که ربانی باشد، بود که تو باید این کتاب سر کنی. و بعد از نصیحت معلم یا که شیخ باید که طلبه هم چی باید باشد؟ مربی یعنی که ربانی باشد. و اگوجا ربانی میشود اگر معلم او را ربانی نکند. برای این گفته است که یربون، اونا کسانی هستند که یربون تربیت میکنن خودشان را و طلابهم و طلبه هاشون را ابتداء من المسائل الصغیره. تربیت از کجا سر میشه؟ سر کننده از مسائل های خود الى المسائل الكبیره، تا رسیدن به مسائل های کلان بزرگ. هذا شیء طبیعی و هذا شیء طبیعی. نگه شیخ صالح الفوزان خدا محافظت کنه گفته این یک چیزی طبیعی است. این یک چیزی هست که در طبیعت آدم معقوله. نگاه کنید کدوم آدمی که از کتاب کلان سر کنید یه هفته دو هفته ملالش میکنه، چون که به طبیعتش ماست نیست. کدوم آدمی که به کتاب مختصر کوتاه دو ورق سه ورق پنج ورق سر کنید میبینید که بعد از یک هفته بعد از یک ماه او کتاب تمام کرده شد، با حرکتی به کتاب دوم داره. برای چی؟ چون که کتاب مختصر این علما هم تو از پیش خودشون مختصر کرده نیستن. از گفتی الله سبحانه و تعالی که ربانی شدیم گفته به طبیعت چیکار کردن؟ ماست کردن. برای همون به طبیعت آدم محبول میشود کتابایی چی؟ مختصر. فهمیدید؟ لأن كل الاشیاء تبدأ من اصولها و اساساتها. یک چیز اخواتر برمد، اما یک طلبه که وقتی که به او پیشنهاد بکنه یک کتابی مختصره، حالا باید تو این خونی، نه من این نمیخونم بود، لیکن خودش همین علم نداره، هیچ چیز نمیدونه کتاب مختصر. من میخوام از فلان کتاب گفته پیشخیزی میکنه، هجوم میکنه، چقدر که شیخ مدوی میگه و خیز میزنه، این علم نگرفته خیز میزنه به علم بالا و
برای چی این کتابی که ما پیشنهادش کردیم کتاب مختصر معقولش نیست در طبیعت او؟ باید که کتاب مختصر در طبیعت او معقول شود تو. اگر این کتاب مختصر در طبیعت چنین طلبه معقول نشود معلوم میشه که طبیعت این طلبه چرکی شده. فطرت الله، هر یک انسان الله سبحانه و تعالی به یک طبیعت آفریده است که تمام گفته های قال الله و قال رسول الله و هر یک خلاصه ای که از قال الله و از قال رسول الله گرفته باشه باید که معقول شود. هم خیره آخه همین کتاب مختصر هم نبیسن گفته است که از شیخ یعنی از سخن الله تعالی گذشت که ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون. هم خیره در اساس همین گرفتن عالمان معلوم میشه که طلبه پیشنهاد کرده کتابی مختصر و که این معنی معقول نیست. یک معنی کتاب چی بود؟ از این فهمید میشه طبیعت این آدم چی شده؟ چرکین شده است، ربانی نیست. بله لأن كل الاشیاء زیرا تمام چیزها سر میشود، هر یک چیز سر میشود من اصولها. مثل خوشی گندم دیده نه؟ اومده یک جا خوشی گندم استوداست، گندم تیار شده است. تمام آدمی دی بصیرت عقل و فراست دار علم اگرانومی داشته باشد، اگر یا علم حاصلات داشته باشد میگوید که چی؟ این دانه سرشته است. دانه در کجا است؟ در اصل. دانه رو کاریده اصل اومد، اصل فرق شد، شاخه و نودو و دیگر. مخیره تمام چیزها سر می شود از اصلش و از اساسش. ثم تکبرو و کلون می شود. ثم چی می شود؟ تکبرو و بزرگ می شود. و تعظمو بعد ذلك بعد از اون. خیره انا طالب علم هم تا اینکه به درجه معلمی و شیخی و رسد باید که ویم چیکار کنه؟ به متدی و به اسلوب همون شیخا و معلمان رو. شیخا و معلمان از چی سر کردن؟ از سر کردن، از کتاب های مختصر سر کردن. بارک الله فیکم. فاما الذي يهجم على العلم هجوما من اعلاه. اکنون نگاه شیخ چی گفتی سادن؟ اللهم حافظش کنه. بسیار کتابای شیخ کتابای یعنی مزه دارن باور میکنه. سهل العبارات، عبارهای سهل مانند قریب اسلوبشون اسلوب شیخ حسین به مانند است قریب. اما اون کسی که هجوم میکنه بر علم، هجوم از کجا سر میکنه؟ از بالا میبیادون، نه صرف میدونه، نه عقیدهش تازه. تفسیر ابن کثیر میاد میگه چیه؟ من درسی رازی و میگه تاش که اصول سلاسل خوندی؟ نه. قواعد اربعه خوندی؟ نه. کشف شبهات خوندی؟ نه. سبحان الله. این آدم چی میگوین؟ هو الذي يهجم على العلم هجوما من اعلى. این چنین آدمی است که هجوم کرده ایستاده است بر علم، یک هجومی که من اعلا از بالا سر کرده ایستاده است. فهمیدید؟ فهذا يتعب. چون این آدم دو روز سه روز یک ماه گذشته عذاب میکشه، یتعب، زحمت میکشه، عذاب میکشه. فهمیدید؟ ولا يحصل على شيء، یگان چیز به دست آورده نمیتونه. حصل يحصل بعدا میبرد. حصل يحصل علاقت میبرد خودت رو. اگر حصل يحصل به معنی بعد از علا بیاد به معنی به دست آوردن. مثلا نگاه کنید این حصلت على العلم، از کجا علم گرفتی میشه؟ این احصل على التلفون، یعنی من تلفن از کجا یافتم میتونم دیگه به دست آوردن میتونم. فهمیدین؟ انا ولا چون این آدمی که از بالا سر میکند گفته شیخ لا يحصل على شيء، همین شیء اونایی که همین قاعده شیخ سعدی الله قسم رحمت کرده باشند میگن که والنكرات في سياق النفي او النهي تفيد العموم. یعنی نکیره در دوام جمله های منفی، در دوام جمله منفی و معنای عموم است. یعنی لا يحصل، همین لا يحصل جمله مثبته یا منفی. یعنی اینجا نگاه لا يحصل جمله که نه تحت سر میشود
به جمله چی میگن؟ منفی. جمله حقیقتی بله ثبت شود، یعنی نه نداشته باشد و جمله مثبت است. فهمیده؟ جمله مثبت اون جمله است که انکار ندارد. جمله منفی لا قطع سر میشه، لم قطع سر میشه، نه میگو نه میشه سر میشه. شیخ سعدی میگون که در دوام جمله های منفی نفی جمله اگر نکیره بیاید، نکیره شیئون از شیئون افتاد است، شیئون نکیره، رجل مرده، انمین به معنای عموم است. به معنای چی است؟ عموم. یعنی به معنیش میشه بشه این خیلی آدم یگون چیز به دست آوردن نمیتونه بسید. سبحان الله. دیده کسی که اگر ندونه همینه خیلی است که یک چیزه لا یحصل علی شیء اصلا یک چیز میگه به دست آوردن نمیتونه یک چیز رو من معلوم میشه که دیگه چیز نه که به دست آوردن میتونه. نه اگر دیده این علمی، اگر این علم اصوله، اگر این علم نحو و علم بلاغت ندونه دیگه انا من نمیدونه خیال تو که یک چیز به دست آوردن نمیتونه معنا دادنم حتی نمیتونه. لا يحصل على شيء در تگی شیء نویسید که یگان چیز را به دست آوردن نمیتونه. فهمیده؟ یگان چیز گوش کنید. یک مثال دیگه تو بگم فهمیده است. برای چی؟ به زبان روسی وقتی که معنی داد میکنن میگن که لا اله الا الله нет божества достойного для поклонения إلا الله مگر. برای چی؟ нет божества گفته اینجا دو بوگه کن. انا مو آدمی ترجمه کرده که خبردار به صدیق از یعنی که والنکرات فی سیاق النفی تفید العموم. قاعده هایی این باید هایی دونه نکیره ها در دوام جمله منفی به معنای عموم یعنی نیست یگان معبوده میشه، یک تنه یک معبوده، یگان معبوده نیست مگر الله. فهمید؟ این در کار این شیخ ما بسیار ذکر می‌کند الله محافظتش کنه. فهمیدتون؟ اکنون در دوام جمله های منفی به معنای عموم میباشد. عام. یک مثال دیگه عادی تو گم مثال خلقه. مثال خلقه نه اهل بیا ما جاء احد نامد کسی احد نکه کن الاحد نگفتیم کنم ما جاء احد نکیر آمد در دوام جا یگون کس نامد. یک کس میپرسن میگه که هل جاء احد یگون کس آمد من میگه که ما جاء احد یگون کس نامد. فهمیده تو اینه؟ انا دیده تو انا علم فایده شد. اگر این قاعده ها دونه دیگر حتی در ترجمه کردن هم خطا نمیکنه. برای همین نه همه کس میتونه کتاب ها ترجمه کردن. من کتاب میتونم خوندن ترجمه کردن نه، باید برای خاطری ترجمه کردن باید قاعده ها دونستن در کار که در اینجا نویسیدگی های دیگه در ترجمه دیگر میشن. وقتی ترجمه کردن مثلا میگید که مثلا بالمثال شما یک عباره ترجمه کردید که در اونجا نویسیدگی که ما جاء احد ولا تشرك بعبادة ربك احدا. این مثال قرآنی بگیم در عبادت پروردگارت یک کس را شریک نبیار. نعوذ بالله اگر کسی خیلی ترجمه کنه خطایی کنون کرده. برای چی؟ معلوم میشه که یک کسی ترجمه کرده یعنی شریک آوردن نمیشده نیکی دیگه کسی میشه دیگراش میشه نعوذ بالله. انا ترجمه درست چی میه؟ و در عبادت پروردگارت یگان کس شریک نبیار. فهمیدید؟ متوفیق. نعم. متنایم؟ و ما فی بیت احد یگان کس ما فی بیت احد. نعم. بینما الذی در حالی که یک مثال دیگه میاد در حالی که بینما در حالی که میشه در حالی که الذی یبدأ اون کسی که سر میکنه من الاصول از سر میکنه میگوید او بارانگیری بینه دو میگوید که هیچ رو به دست آوردن بتونن. انا با در حالی که با این آدم رو بینید که آغاز میکنن من الاصول از سر میکنن و یتدرجو چکار میکنن به این آدمیه که دویم آدم گفته در همین بار ما
اثر کرده یتدرج زینه به زینه علم آموزه. اینجا زفیته کنید چی خطا میگه اینجا خطا علم یتدرج بعد زفیته مونه چون جمله ناصر میشه. هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم. أنا همین آدم بإذن الله بسده میرود با راه راست درست و به اتجاه سالم. اتجاه طرف نپرولینیه رویاوری. همین آدم به راه راست و به رویاوری درست رسیده که خطا نکرده، یعنی حق نداری آدم عرج کنی گردانی. ان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يعني الطريق الصحيح والاتجاه السليم. قال تعالى الله سبحانه وتعالى این مثال خوش رو میبرند اینجا مثال یعنی که نقض فهمیتش عذاب میکشد. این مثال عجیبه. الله سبحانه وتعالى گفته است در قرآن عظیمشان در سوره بقره، این همه شما از جد بدونتون، یسألونک عن الاهله. ای محمد علیه الصلاة والسلام تو را از اهله میپرسن، از ماها میپرسن. هلال جمعش اهله میشه، یعنی از ماه نو میپرسن. هلال هلال ماه نو میشه، اهله جمعش میشه. تو را از ماهای نو میپرسن. قل هي مواقیت للناس والحج. بگو این موسم است برای مردم. این موسم است برای مردم. همین ماهای کو این ماها 12 ماه هم تو نیسته. ماه نو میشد و با ماه کنه میشد، ماه نو میشد. این موسم است برای مردم و برای حج. این ماها نباشن حج نمیتونی. آخه انسان ها برادر، انسان ها با ماه حج میکنن، با ماهایی یعنی که با همین با ماه، با ماهایی با شمس، با آفتاب نه، با ماه قطعی. اما این آفتاب برای خاطر وقتهای نماز دونستنه. اما ماه باشد و این ماه مردم میفهمند مراسم حجشونه، مثلا یکون کس با قرض داده باشند، وقتهای حیض زنها رو میفهمند، عده زنها رو میفهمند. خلاصه این عده و دیگر چیزها را همش به طریق ماه میفهمند. برای الله سبحانه و تعالی میگه که یسألونک عن الاهله، تو درباره هلال میپرسند، یعنی نادرست پرسیدن و یا نادرست پرسیدن و یا درباره ماه پرسیدن که این چیه و همچنین و چه گفته پرسیدن، از چه الیمنت این پرسیدن، گو که کاراتو چی و از چی هست. این کلون شدن و میده شدنش، نمایان شدن و پوشیده شدنش، نو شدن و کهنه شدنش، این یک برای دونستن وقت هست برای مردم، برای حج. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها. بر نیکی میگن، نیکی آن نیست که شما به خانه ها از بالا داخل شوید. یک نیده نیکی آن نیست که شما خانه را از کجا داخل شوید. مثال میبرد همین یک جا خانه هست، آیا همین در نظر شما نیکی و خوب میتابد بیادو خانه را نابا مانده ابوامش پرت خودتون دارم در این سادگی جا. عرب ها در وقت حج در دوران جاهلیت وقت حج میکردن، خونه عربای محلی ده خونه دارن با هم حج میکردن، آیا مراسم حج تمام نشده ما بود خونه شون یویشی در کار میشد دیگر بالاش خیلی میدرمدن کی میگفتن ما باید سر ما مخکن در هفته آخر با پرنده است که برای در پوش است که سر ما آفتاب یعنی محکم میشود، آسمون پوشیده میشه. برای این چیکار میکنن؟ بالا میدونن و همین برای خودشون یک بدعت یک نیکی میدونن. الله سبحانه و تعالی گفته است که نیکی آن است که شما خانه ها را از بالاش داخل شوید. ولکن البر من اتقى. ولی نیکی در چیست؟ در تقواست. نیکی در چیه؟ در تقوا. تقوا از کجا پیدا می شود؟ تقوا گفتی الله را کردم، الله نگفته که به بالای در و بالای خونه داخل شد. تقوا چی؟ نیکی در تقواست. دیدی تقوا یک دل چیز میفهمونه، بسیار چیز در نظر داره. و الله تعالی میفهمونه میگه که وأتوا البیوت من ابوابها. درها را یعنی که خانه ها را داخل شود از کجا؟ از درهایشان. دیده
چی با این هم این یک چند معنا میده. گوش کنید. برای چی الله سبحانه و تعالی گفت که تو را درباره هلال میپرسم؟ درباره این گفت و یک باره گفت که خانه را از بالاش داخل شدن این نیکی نیست، از درش داخل شدن نه نیکی. یعنی علم درباره علم رفساده است. همین علم هم میگو از بالاش نمیشه سر کردن، میگو علم هم از درش سر میکنه. فهمیده؟ از سرش یعنی از درش، یعنی که مراد از در علم یعنی که از اساس علم و از اصل علم سر کردن. هؤلاء سألوا عن الأهلة، اونها پرسیدن سوال کردن پیامبر صلی الله علیه و آله درباره اهله، درباره ماها. لماذا يبدأ الهلال صغيرا ثم يكبر؟ گفتن برای چی این هلال ماه، یعنی ماهی نو، یعنی سر میشود خود، بعد از آن چی میشه؟ کلام میشود، با کلام میشود حتی یتکامل، تا مکمل شده نشه، با پر میشه. ثم یصغر، با بعدی کلام شدن چی شدن میگیرد؟ خرد شدن میگیرد. حتی یعود هلالا، حتی رنگی پیشش با چی میشه؟ هلال، با ماهی نو میشه. اما ماهی نو سر کرده بزرگ میشد و با میده شده با چی میشه؟ هلال میشه، خرد میشه. فعتب الله علیهم، الله اونها را عتاب کرد، سرزنششون کرد، ضربشون کرد. و وجههم الى السؤال عما ينفعهم، اونها را راهنمایی کرد به سوال دادن نسبت آنچه که به اونها نفع میبخشد. گفت که شما اخی سوال دارید، یک سوال دید که به شما فایده دهد. فهمیده؟ الله سرزنششون کرد و وجههم، روی آوریشون کرد، یعنی نشونشون داد به سوال عما ینفعهم، نسبت آنچه که به آنها نفع میبخشد. و ان یأتوا بیوت العلم من ابوابها، نشونشون داد که خانه های علم را داخل شوند من ابوابها، از درهاش، از در علم باید داخل شوند. اما سؤال عن الهلال و احواله و صغره و کبره، اما پرسیدن ما درباره ما و حالتای و میده شدنش و کلون شدنش، فهذا لا فایده لهم فیه، در این یکون فایده نیست. بل الفائده هي ان يسألوا عما يحتاجون الیه، بلکه فایده یا که برعکس فایده و چیز و همین است که بپرسن از اون چیزی که به اون حاجت دارن، محتاج و احتیاج دارن. انا همون چیزی که محتاج او هستن چی است؟ و هو معرفت فواید الاهله، یعنی که شناختن فایده های ماه. شما درباره فایده های ماه پرسید، اونو درباره چی پرسیده بودن از چه؟ معلوم میشه خودی ماه پرسیدن. اگر میگفتن که هم فایدهش چیست، انمیه این سوال موافق میومد با در علم. اینو از چی پرسیدن؟ از بالا آدم بودن علم هم خیلی این استرونوم به داخل میشه. فهم شده؟ اینا یک باره استرونوم را کافیدن. برای خاطری که باید علم استرونوم در کار است که مثلا اون طرف میگذرد، مثلا اون طرف زمین میشود، یا که مثلا ماهتاب میرود سایدی زمین میزنه تاش، این دیگه علمه. این علم فضوله بیم، یعنی زیادتر. این علمای دویم درجه در استیپنگ. ولهذا قال بر خاطر همین است، به خاطر همون است که الله تعالی گفت که قل هی مواقیت للناس، بگو ای محمد که اون موسم و وقت‌های مقرر شده هستند برای مردم. مواقیت از وقت ده، یعنی وقت‌های مقرر شده، یا که موسمش هم میگه، مراسمش هم میگه. بین لهم فوائدها، الله تعالی بیان کرد فایده های چرا همون ماه را. و هی ان الله جعلها مواقیت للناس، و مراد از اون فایده این است که الله قرار داده است اونها را همچون، یا که اون ماه را قرار داده همچون مواقیت، وقتهای معین تعیین کرده شده، مقرر شده برای مردم. یعرفون بها العبادات، عبادت ها را میدونن. پشتی و کدوم عبادت؟ حج. و المعاملات، معامله ها را میدونن. یک کس داده گرفت قرض داده باشن که بعد از 2 ماه هلالی قرض میدی، میفهمد. و الاجال با مهلت ها، مثل مدت های مثلا عده و حیض و هکذا و غیر ذالک و دیگر چی.
آجل جمع اجل، مهلت، سرک. فارشدهم الى فوائد الاهله، الله سبحانه و تعالی به اونها ارشاد فرمود، یعنی که راهنمایی کرد به فایده های هلال. ولم یجبهم عن سؤالهم عن حقیقت الاهله، الله به اونها جواب نداد نسبت سؤالشان درباره حقیقت ماها، لانه ليس لهم في ذلك فایده. چی به جوابشون نداد؟ الله تعالی نگفت که افلون متری لسه، اما یعنی که آفتاب اون طرف پوشیده بشه این طرف سایه بشه، نگفت، چون که ليس لهم في ذلك فایدهشون نیست. وليوجههم الى ما ينبغي ان يسالوا عنه، و تا اینکه اونها را راهنمایی کنند به آن چیزی که لازم است که از اون بپرسند. یعنی باید تو شما از یک چیز بپرسید که و چیز ینبغی باشد، یعنی لازم باشد. مفهوم؟ و همون چیزی که باید از وی پرسند ابواب العلم، بابهای درای علم پرسید، لا ظهور العلم، نه بالای علم، و المسائل الفضولیه، نه شما باید که پرسید مثلا مسئله های زیادیه که لا يحتاجون الیها، به او احتیاج ندارن. و این احتاجوا الیها، اگر چنده که حاجت هم باشد به اونها، فهی حاجت قلیله، اینا یک حاجت های کم نظر به اون حاجت اولینه. فهمیده؟ دومشتیم؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.